میدونستی بیش از 25% مردم دنیا کبد چرب دارن؟ یعنی از هر 4 نفر 1 نفر کبدش چربه و نکته نگران کنندش اینه که خیلی هاشون خبر ندارن. مصرف بیش از حد فست‌فودها و غذاهای آماده، استفاده بیش از حد از قند و نوشابه‌های گازدار، مصرف بیش از حد داروهای شیمیایی، کم تحرکی و سبک زندگی ناسالم، اضافه وزن، استرس و اضطراب و حتی خواب ناکافی، اینا میتونن باعث کبد چربتون بشن. چرب اول خاموش و بی‌علامته، اما کم کم با خستگی مداوم روزانه، سنگینی بعد از غذا خوردن، مشکل پوستی، تیرگی پوست، اختلالات خواب یا مشکلات هورمون به سراغتون میاد و یه سری علائم خیلی مهم که توی کپشن بهش اشاره کردم. حتما اونا رو بخونید. شاید با همه حرفایی که تا الان زدم کلی نگران شده باشید، اما خبر خوب اینه که کبد چرب قابل درمانه و برگشت پذیر، به شرط اینکه سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم. اگه دوست داری بدونی که چجوری میتونی کبدت رو درمان کنی، پست‌های بعدیم رو حتما ببین.